ولایت سرپل در محراق توجه هراس‌افکنان خارجی. به تازگی فرمانده پلیس 707 پامیر گفته است که بیشتر از 7000 جنگجوی خارجی در ولایت‌های سمنگان، سرپل، بلخ، جوزجان و فاریاب حضور دارند. اما اینکه هدف از جابجایی هراس‌افکنان خارجی در ولایت‌های شمال کشور چیست و این هراس‌افکنان مربوط به کدام گروه‌ها هستند و در نهایت حضور این گروه‌های هراس‌افکن چی تهدید را متوجه شمال افغانستان به ویژه ولایت سرپل خواهد کرد؟ در پرسپال کنونی من حارس جمالزاده با ظاهر وحدت والی سرپل گفتگو میکنم. بیننده های گرامی از شما هم تشکر که بیننده پرسپال هستند. آقای وحدت سلام بر شما. میشه بگوین که این صحبت های جنرال بابجان چقدر واقعیت داره و آیا گروه های هراس‌افکن خارجی در ولایت سرپل هم حضور دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای جمالزاده سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و همچنین همکاران تکنیکی شما و همچنین بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون خوب شما. همکسی شما در جریان هستین. متاسفانه در طی چند سال اخیر ولایت های مختلف افغانستان، اخصا ولایت های شمال و شمال شرق، آماج حملات دهشت افغانان بین المللی بوده که یکی از ولایت هایی که ما به عنوان مأمور حکومت در ولایت افای وظیفه میکنم یعنی ولایت سرپل همواره می قضیه را تاکید کردیم. سرپل یکی از ولایت هایی است که در تهدید بلند امنیتی قرار داره و در طی 16 ماهی که ما به عنوان والی در ولایت رفتیم، ما دهها جنگ را با مخالفین مسلح دولت داشتیم. بعضا مخالفین حملاتش بالای مواضع ما آغاز میکردن و بعضا هم حملات را ما بالای مواضع مخالفین آغاز میکردیم. در طی مدت 16 ماه به عنوان مقدمه میخوایم به شما و شهروندان افغانستان و همچنین مطمئن هستم که از طریق تلویزیون مطرح و خوب شما صدای ما را مسئولین محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مسئولین حکومت وحدت ملی میشنوند که ما در طی 16 ماه در زمان وارد سرپل شدیم که جنگ به دروازه های شهر سرپل رسیده بود، قندوز سقوط کرده بود و تبصره رسانه ها و نظامی ها و تحلیلگران نظامی هم بر این بود که بعد از قندوز دومین ولایت که از لحاظ اراضی مساعد است و در اختیار مخالفین مسلح دولت خواهد رفتید او سرپل هست. ولی از او آوانی که ما رفتیم خوشبختانه با مدیریت، هماهنگی، انسجامی که بین نیروهای امنیتی مستقر در سرپل و همچنین توانستیم که حمایت مردم سرپل، وکلای سرپل، اقشار مختلف مردم سرپل را داشته باشیم که لااقل سرپل از لبه پرتگاه سقوط نجات داده شود. و در این مدت 16 ماه شما رسانه ها شاهد هستین با تقاضاهای فراوانی که ما از حکومت مرکزی داشتیم، ولی به اون نحوی که یک عملیات فراگیر به سرپل آغاز می شد متاسفانه نشد. و بارها ما گفتیم جناب آقای جمالزاده که سرپل در واقع بخشی از اراضی سرپل فعلا به عنوان جایگاه، پایگاه و قرارگاه امن برای مخالفین مسلح دولت تبدیل شده. یعنی آقای وحدت در حال حاضر چیزی را که شما گفتین که به عنوان پایگاه مخالفین تبدیل شده، یعنی جزئیات شما چی است؟ عملا فعلا ولسوالی کوهستانات در دست مخالفین مسلح قرار داره و فکر میکنین که پایگاه اصلی مخالفین فعلا در ولسوالی کوهستانات است؟ بدون شک جناب آقای جمالزاده میخوایم به همین سوال شما خود برسانم. امروز ما در سرپل در 5 جبهه گسترده با مخالفین در حال جنگ هستیم. با ولسوالی صیاد، ولسوالی سزمقله، ولسوالی سنگچارک، ولسوالی گوسفندی و همچنین یک جبهه وسیع و گسترده شرق مرکز ولایت سرپل که از شمال وصل میشه به ولایت جوزجان و از شرق وصل میشه به ولسوالی شلگر ولایت بلخ و همچنین به البرز که ارتفاعات بسیار مهمی هست. ما در این 5 جبهه با مخالفین می جنگیم. در عین زمان قسمی که شما اشاره کردین نزدیک به 1.5 سال است که ولسوالی کوهستانات
در اشغال مخالفین قرار داره که قبل از رفتن ما مخالفین اونجا رو اشغال کرده بود. متاسفانه که در او هجوم و اشغالشان یک امکانات قوی را هم اونا از نیروهای دولتی، از کندک اردوی ملی، پلیس ملی، نظم عامه به دست آوردن که ما همواره در گفته های خود گفتم، بیان کردم به عنوان یک واقعیت. و ما واقعیت هایی که در ساحه مسئولیت ما هست و را ما میخوایم هم با مردم شریک بسازیم، هم با مدیا شریک بسازیم، هم با دولت اسلامی افغانستان به شکل واضح بدون مبالغه. روز و روزگاری که تهدیدات در اونجا بوده باشه ما را بیان میکنیم. مشکلات آقای وحدت، واقعیت امر چی است؟ یعنی در این 1.5 سال چرا حکومت محلی نتونسته این ولسوالی را دوباره از اختیار طالبان بیرون بکنه؟ واقعیت ها در این مورد چی است؟ چون چند قبل هم شما در یک نشست خبری هشدار دادین و گفتین که حکومت مرکزی کوتاهی میکنه به خاطر انجام عملیات، به خاطر بازپسگیری ولسوالی، و هشدار هم دادن که اگر این عملیات را اندازی نشه ممکن تحریکات طالبان به مرکز این ولایت و ولسوالی های دیگه هم گسترش پیدا بکنه. و دلیلی که ما نتونستیم ولسوالی کوهستانات از اشغال مخالفین مسلح دولت بیرون بکنیم عمدتاً دو دلیل میتونه داشته باشه. یکی از دلایل توجه بیش از حد مخالفین مسلح دولت، آنانی که پایگاه و جایگاه و محل قمندش بیرون از مرزهای افغانستان هست، ولایت سرپل و اخصاً ولسوالی کوهستانات به عنوان پایگاه اصلی خود انتخاب کرده و در اونجا دهشت افکنان بین المللی که در آغاز سوال شما هم آمده بود که قماندان صاحب زون پلیس شمال هم این مسئله را یادآوری کرده بود، ما در گذشته ها هم بار بار این مسائل یادآوری کردیم که ولسوالی کوهستانات تبدیل به مرکز تربیه و ترنینگ و آموزش مخالفین مسلح دولت شده و در اونجا انتحاری تربیه میشه، در اونجا به قول خودشان فدایه ها تربیه میشه، در اونجا از بیرون مرز افغانستان افراد و اشخاص آمده دیگران را آموزش میتن. و نه تنها ایرا ما به حکومت مرکزی افغانستان شریک ساختیم به دلیلی که اونجا مرکز تروریستان بین المللی شده، حتی به جامعه بین المللی هم ایرا اعلام و ابلاغ کردیم. پس دلیلی که کوهستانات گرفتن شده، یکی اراضی بسیار پیچیده کوهستانات هست، در قدم دوم توجه بیشتر مخالفین به کوهستانات هست که میخواه او را به عنوان یک پایگاه خود در ولایت های شمال با خود داشته باشند. مسئله بعدی هم عدم راه اندازی عملیات وسیع و گسترده از طرف حکومت مرکزی که البته ما بار بار با سرقماندان اعلی قوای مسلح افغانستان تمام وضعیت و شرایط حاکم به سرپل امرشون شریک ساختیم، به کابینه افغانستان گفتیم، به شورای امنیت گفتیم، با وزیر محترم دفاع، داخله، ریاست محترم امنیت ملی. و شما از طرف دیگر آقای جمالزاده شاهد هستین که در سایر ولایت افغانستان به عنوان مثال در ورزگان، در فرا، در قندوز، در بدخشان، در بغلان، در فاریاب وقتی که یک ولسوالی سقوط میکنه و میبینید که عملیات برقاسا از طرف قوای مسلح افغانستان آغاز میشه و دوباره او را باز پس میگیره و اشغالگران بیرون رانده میشه. یعنی آقای وحدت، یافته های شما چی بوده؟ یعنی به می خواستای شما حکومت مرکزی چرا پاسخ نداده؟ یعنی فکر میکنین که حکومت مرکزی در قسمت بازپسگیری ولسوالی کوتاهی میکنه و عملا شما را همکاری نمیکنه در قسمت قوای نظامی که تا این هراس افغانا را از این ولسوالی بیرون بکنن؟ گرچه جناب آقای جمالزاده ما و شنوندگان محترم شما، ما هم شرایط و وضعیت وطن خود درک میکنیم و هم شرایط و وضعیت نظام و حکومت و قوای امنیتی خود درک میکنیم. و از طرف دیگه شما میدانید که والی ها در واقع پل ارتباط بین ملت و دولت است. ما همان گونه ای که به عنوان مأمور حکومت مسئولیت داریم که از حکومت و از منافع حکومت در چوکات قانون دفاع بکنیم، در عین زمان مسئولیت داریم که از منافع مردم هم دفاع بکنیم. و در این مدت شما که اشاره کردید چرا عملیات نشده، گرچه خوب است که این پاسخ از سخنگویان وزارت محترم دفاع و داخله و امنیت ملی اگر به شما پاسخ قناعت بخش بده بهتر خواهد بود. ولی فکر میکنم شاید دولت ما هم، دولت مرکزی ما هم بر اساس مشکلاتی که در سایر ولایات داشتن نتانستن
و سریپول عملیات را انجام بدن. ولی دو چیز ما باید تفکیک بکنیم جناب آقای جمالزاده. یکی است که یک کسی یک مسئولیت انجام نمیته، یک وقت که انجام دادن نمیتونه. ولی ما بیشتر به این باور است که حکومت مرکزی ما بر اساس مشکلات های عدیده‌ای که در ولایت های مختلف داشتن انجام دادن نتانستند. ولی تقاضای ما هم من حیث مسئول حکومت و در عین زمان اشاره کردم که ما در برابر شهروندان سریپول هم مسئولیت داریم و این تقاضای ما هم بار بار صورت گرفته و باز هم از طریق شما هم تقاضا میگه که لااقل در طی 16 ماهی که ما تقاضا کردیم یک چانس عملیات برای سریپول هم داده شود. وقتی ما تا دیروز میگفتیم که سریپول پایگاه ترورستان شده برای کس قابل قبول و باور نبود، ولی در این اواخر شما خوشبختانه شاهد بودین که ما با همون نیروهای مستقر در سریپول که داشتیم حتی خارجی ها را اسیر کردیم، دستگیر کردیم، به حکومت مرکزی فرستادیم. شما در طی یک سال حتما در جریان هستید که حداقل 3 تا انتحاری به جان خودمون اونا روان کردن. وقتی که اونا برای اشغال سریپول می آمدن و جبهه نبرد مایوس و ذلیل با پوزه خونین برمیگشتن، شکست میخوردن، تلفات سنگین میدادن، بعد دست به این میده که انتحاری ها روان بکنه که در سال گذشته 3 تا انتحاری رو اونا به جان ما روان کردن که خوشبختانه با لطف خداوند انتحاری هایشون ما از پای در آوردیم بدون که به ما و همکاران ما و محافظین ما آسیبی برسد. پس حرف ما است، امیدوار هستیم که حکومت مرکزی هم یک چانس عملیات به مردم سریپول اجازه بده که تعبیر بکنم که کوهستانات هم جزء سریپول هست و سریپول هم جزء از خاک افغانستان هست و ما بار بار تقاضای خود کردیم، بار دیگر هم تقاضا میکنیم که لااقل یک عملیات وسیع به سریپول هم راه اندازی شود. در قسمت حضور هراس افغانای خارجی گفتین، میشه مشخصا بگوین که بررسی های شما و گزارش های امنیتی شما چی را نشان میده که در کل در ولایت سرپل به چی تعداد هراس افغانای خارجی حضور دارند و مربوط به کدام گروه های هراس افغان هستند؟ خب گرچه جناب آقای جمالزاده اعلام ارقامش کار بسیار دشوار و مشکل است. در ارقام دادن ما شما افغان ها مشکل خود داریم، ارقامش بسیار مشکل است که ما دقیق برای شما بتونم، ولی معلوماتی را که ما در اختیار دارم از طریق نیروهای کشفی و استخباراتی خود در رأس هراس افغانایی که در ولایت های شمال می جنگه و مخصوصا که 3-4 مرتبه اینا به سریپول از ولایت های مختلف، از غور و از بادغیس و از فاریاب و از جوزجان و از بلخ و از سریپول برای سقوط سریپول حمله ور شدند. در رأس شیخ ندا محمد ندیم است که اونا از جنرال های متقاعد پاکستان هست و تعدادی از افراد و اشخاص مسلکی هم در کنارش هست و افرادی از یاغی های آسیای میانه به اونجا هستند، از تاجیکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و برخی از ولایت های دیگر. و اخیراً گزارشی که برای ما میرسه بچه تاریولداش هم در مرز بین ولسوالی سیاد ولایت سرپول و همچنین ولایت جوزجان جابجا شده و جنگ ها که در مقابل ما آغاز میشه معمولا مسئولیت و فرماندهیش شیخ ندا محمد ندیم داره که در 3 حمله که بالای ما انجام دادن والی جوزجان و والی فاریاب و والی سریپول هم در این جنگ شریک بودن و اینا بسیار تصمیم قاطع داشتن که باید ولایت سریپول سقوط بدن. اما بازم قبلا هم اشاره کردم که با لطف خداوند با همون تدابیری که ما به اونجا داشتیم، آمادگی که نیروهای امنیتی ما داشتن و قسما در زمان شدید جنگ حمایتی که سرقومندان اعلای قوای مسلح کردن، ما تانستیم که سریپول از سقوط نجات بدیم. آقای وحدت، این موضوع را چقدر میپذیرین؟ گزارش های وجود داره که پسر طاهر یولداش که عملا در ساحه یکتوت ولسوالی سیاد قرار داره گفته میشه که به خاطر سربازگیری داعش تلاش میکنه. منطقه شاتوت هست، یک منطقه در مرز بین درزا و قشتپه و همچنین سیاد ولسوالی ما، قریه به نام شاتوت هست. در اونجا آمده، گرچه تا هنوز پایگاه وسیع را داعش در او استقامت طبق گزارشاتی که نیروهای کشفی و استخباراتی ما دارن پایگاه وسیع را ایجاد نکرده، ولی افراد هستند از افراد قماندانهای محلی که قبلا طالب بوده، برای فعلا اونا هوادار داعش شده و بیرقشان بلند کرده. شک به این است که اونا تلاش های خود را داره که پایگاه وسیع را برای خود در اونجا ایجاد بکنه.
در ساحات شرمنمدان و همچنان شورای خود ولایت سرپل چقدر تدابیر خوبتر شده و وضعیت امنیتی در این ساحه نسبت به گذشته چی تغییرات رونما شده؟ مناطق را که شما اشاره کردین ما تصریح میکنم به نام شیرم و نیمدان هست. قریه ها در شرق مرکز ولایت است که من پیشتر نام قریه ها را نگرفتم و او در شرق مرکز ولایت است که همین قریه های بسیار وسیع هست که شرقا به ولسوالی شورگر وصل میشه و شمالا به جوزجان وصل میشه و همچنین به ارتفاعات البرز و همچنین راه شاراه بین جوزجان و سریپل. شما در جریان بودین که قبل از اینکه ما بریم وضعیت شارع متاسفانه خیلی نامناسب بود، ولی برای فعلا ما تانستیم که با افراز پسته ها و با تدابیر خوب امنیتی که گرفتیم فعلا در اون مسیر ما شاهد مشکلات یا دور دادن مسافرین یا نیروهای دولتی خوشبختانه که نیستیم. دو موردی که در ولایت‌های دیگه شمالی افغانستان تهدید ایجاد کرده حضور تفنگدارای غیر مسئول و زورمندا هست. در ولایت سرپل این موضوع چقدر جدی است و آیا به عنوان یک تهدید در موضوعات امنیتی پنداشته میشه عملا در سرپل یا نه؟ این چیزی را که شما اشاره کردین این یک نگرانی هست که در سطح افغانستان قابل پیش بینی هست، به خاطر که در ابتدای آمدن دولت موقت و دولت انتقالی سلاح‌ها به شکل بسیار برقاسا از تمام ولایات افغانستان جمع شد، ولی سلاحی که امروز در ولایت‌های افغانستان دوباره توزیع شدن یا خود مردم پیدا کردن برای حمایت از حکومت، برای دفاع از خودشان در برابر مخالفین، اگر این برای کوتاه مدت گرچه ما در سرپل مشکل نداریم، ولی بخوایم نخوایم این در دراز مدت یک معضله‌ای هست که دامنگیر حکومت افغانستان و دامنگیر قوای مسلح افغانستان در دراز مدت خواهد شد موضوع. اما فرمانده پلیس زون 707 پامیر در همین مورد مشخصا اشاره کرد ولایت‌هایی را که پیشتر برای شما نام گرفتم که ولایت سرپل، سمنگان، بلخ، جوزجان و فاریاب، گفتن یکی از تهدیدات که عملا این ولایت‌ها با او دست و پنجه نرم میکنن این است که برای زورمندا جنگ افزار توزیع شده و وسایط نیروهای امنیتی در اختیارشان قرار داده شده که جمع‌آوری همی جنگ افزار و وسایط در حال حاضر به عنوان یک چالش مبدل شده و این یکی از نگرانی‌های جدی بر بحث امنیت در این ولایت‌ها است. ما نیروهایی که تحت عنوان خیزش مردمی در چوکات ریاست محترم امنیت ملی افغانستان تنظیم شده، در شما در جریان هستین که یک بحث پلیس محلی یا بعضی او را اربگی مطرح میکنه و یکم بحث خیزش مردمی. یک موضوعی است که در افغانستان نتایج مثبت و منفی داشته، یعنی در برخی از ولایت ها مسئله خیزش مردمی بیشتر مشکلات خود داشته، ولی تا این لحظه ای که من با شما صحبت میکنم در آینده احتمال داره مشکلی بروز بکنه. تا این لحظه ای که من با شما صحبت میکنم مسئله خیزش مردمی در کنار نیروهای امنیتی مدیریتی که صورت گرفته بسیار خوب از اونا در برابر مخالفین مسلح دولت استفاده شده، ولی این که فردا تهدیدات مخالفین اگر خدا بخواد وضعیت به گونه‌ای بیاید که برطرف شود، باز او زمان احتمال داره که اینا تبدیل به یک چالش شود. در شرایط فعلی نیروهای امنیتی ما از این بابت دچار کدام مشکل نیستن، اگر می بودن حتما او را به کمیته امنیتی ولایتی و با ما شریک می ساختند. اما در شمار از ولایت‌ها آقای وحدت تجربه نشان داده همین نیروهای خیزش‌های مردمی را که شما اشاره کردین عملاً از مردم عشر میگیرند، زکات میگیرند و در برخی از موارد هم دیده شده که باعث آزار و اذیت مردم هم میشن. این بستگی به مدیریت حکومت محلی و ولایتی برمیگرده. خوشبختانه تا حال را در ولایت سرپل ما شاهد همچین چیزی را تا هنوز نبودیم. در سایر ولایات که شما اشاره کردین ما هم از قول شما و مدیا میشنویم که نه تنها خیزش مردمی که بدبختانه در بعضی ولایات پلیس محلی هم یک جنجال است. در بعضی ولایات شما میفهمید که حتی پلیس ملی هم جنجال است. افراد اردو هم احتمال داره که به شکل کم و تون در بعضی جاها خرابکاری های خود را بکنه، ولی این برمیگرده به اداره و مدیریت که در ولایت سرپل خوشبختانه در این راستا ما مشکلی نداریم. در صورتی که حکومت مرکزی به همین خواستهای شما پاسخ نده و عملیات را به خاطر بازپسگیری ساحاتی که از دست رفته انجام نده، پیامدش در کوتاه مدت و در دراز مدت برای ولایت سرپل چی میبینین؟ این که ما بگوییم با
نیروهای موجود در سرپول ما تمام نقطه ها را از دست مخالفین آزاد میکنیم. این هم یک مبالغه هست. ما میخوایم واقعیت ها را با شما، با مردم، با دولت خود شریک بسازیم. ولی اگر دولت مرکزی ما، نه تنها دولت مرکزی که حتی من سر جامعه جهانی هم صدا میکنم که اینا اگر در مبارزه خود صادق است، اگر واقع بینانه میگه خب کوهستانات ما تبدیل به مرکز تروریستان بین المللی شده، یاغیای بین المللی فعلا در اونجا جابجا شده. لااقل ما از اینا هم تقاضای کمک میکنیم. اگر راست میگن که وظیفهشون مبارزه با تروریستای بین المللی هستن، اینا هم با ما کمک بکنن. اگر این عملیات را اندازی نشه و شک به این است که ما در آینده های آسیب پذیری های خود داریم، چون دشمن بینهایت به سرپول و به کوهستانات که یکی از جاهای مهم مرکزی اونا هستن توجه میکنه. و اگر دولت مرکزی ما و حامیان جامعه جهانی در رابطه توجه نکنه و همکاری نکنه، در آینده های احتمال داره که ما آسیب پذیری های خود داشته باشیم. یعنی اما آمادگی دفاعی خود را در طول 16 ماه داشتیم و داریم. مورد دیگه که شمار از اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولایت سرپل انتقاد میکنن از کمرنگ بودن پروژه های عامل منفعه در این ولایت. میشه بگوین که چی کارهای در قسمت پروژه های عامل منفعه صورت گرفته و کدام پروژه بزرگ شما در این ولایت افتتاح کردین؟ یک نمونه مثال برای شما میتونم با شما بقیه کارهایی که در طول 13-14 سال در درازای عمر حکومت ما در سرپول صورت گرفته شما مقایسه بکنید به عنوان نمونوی. در داخل شهر سرپول در طول 13-14 سال 8 کیلومتر سرکی درجه 2 خیر شده. این حال شما در عرصه صحت، در عرصه معارف، در عرصه سرک سازی، در عرصه آبرسانی، در عرصه های دیگه شما این را مقایسه بکنید. تعمیر 4 منزله خود تعمیر اداره ولایت است که بدبختانه ولایت سرپول در طول 14-15 سال یک دفتر اداری آبرومند نداشت، خانه برای والی نداشت، مهمان خانه ولایت سرپول نداشت. این چیزا کاملا یکی پس از دیگری در حال طی مراحل و در حال انجام شدن است. در قسمت چاه نفت که در ولایت سرپل موقعیت دارد، در همین مورد انتقادات زیاد هم مطرح است، گویایی که 1 سال از عقد قرارداد و امو تلاش ها به خاطر بهره‌گیری از این چاه سپری میشه، هنوز هم سرنوشتش نامعلوم است. میشه در این مورد بگوین که مشکل در کجا بوده؟ طی چند سالی که سپری میشه استفاده خوبی متاسفانه از اونجا صورت نگرفته و ما هم به عنوان والی و نماینده رئیس جمهور و مسئول حکومت محلی در ولایت سرپول آنچنان آگاهی که از این قرارداد و از نحوه قرارداد و از عوائدی که به جیب حکومت افغانستان میآید متاسفانه که ما در جریان قرار نداریم. به اون نحوی که وزارت محترم معدن و پترولیوم از یک طرف، شرکت قراردادی از طرف دیگر ما را در جریان قرارداد آنطوری که باید قرار میداد قرار نداده و بیشتری قضایا برمیگرده به وزارت محترم معدن و پترولیوم و همچنین شرکت قراردادی. ولی از بس که کارهای از اونها نابسامان بود، اخیراً شخص جلال الباب محترم رئیس جمهور طی تماس تلفنی که مستقیما با ما داشتن برای ما هدایت دادن که شما استخراج این نفت متوقف بسازین که تا سرنوشت ازی با جانب شرکت چینایی و همچنین شریک افغانی که داره و همچنین وزارت معدن و پترولیوم قضیه روشن شد و بعد از او برای فعلا متاسفانه که استخراج در اون معدن متوقف است و سرنوشت آیندهش هم هنوز متاسفانه روشن نیست. سپاسگزار هستم آقای ولی از حضورتان در برنامه پرسپال. تشکر از شما. بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده پرسپال بودین. تا دیدار بعد، الا نگاه.